چگونه که به شما حدیث گفته بودیم ان الله لم یجعل شفاءکم فيما حرم علیکم، که پیغمبر خدا گفته بوده است که خداوند در آن چیزی که خدا او را حرام گردانیدگی است شفای شما در او موجود نیست. یعنی افیان برای آنی که گرم است در خنکی زدگی استفاده میبرند، برای خنکی زدگی هم حلال کرده های خدا زیاد است. شما از حلال کرده های خدا استفاده کنین، چه از گوشت گوسفند باشد، چه از عسل باشد، چه از گوشت مرغ باشد که اینها خیلی گرم هستند که حتی طبیب ها برای آن کسانی که فشار خون دارند اجازت نمیدهند که از اینها استفاده کنند، برای که اینها گرم هستند. برای همین آن چیزی که برای ما و شما خداوند حلال گفته است با او تبابت میکنیم. حرام هم فقهای ما و شما، چی صاحب خلاصت الفتوا هم، چی فتوای عالمگیریه هم، چی فتوای هندیه هم، حضرت ها رخصت میدهند در حالتی که از همه حلال کرده های خدا انسان استفاده میبرد. وقتی شفا نمییابد بعداً طبیب پیدا میشود که یقینا میداند هوایی نه که ممکن که صحت شوی نه، بلکه 100% میداند که فلان حرام کرده خدا در فلان در شفا هست، اون زمان برای شما مباح میگردد. آیا شما از زردی دندان خود و سیاهی دندان خود شرم دارید؟ غمگین نباشید. طبابت این دندان های خنک گرفته و این چونین سفید کردن دندان ها، این چونین راست کردن دندان های کج شده، دکتری دندان در فدراسیای روسیه شهر مسکو در رقم های روی اکران بوده در تماس باشه. رخانه شفا فرما داروهای طبیعی را به شما پیشنهاد میکند. سامیون وان برای شخصانی که خراب هستند و میخواهند وزن گیرند. ام پلوس اپیمدیوم برای با قوت شدن، خوب کردن گردش خون، برای طولانی کردن همخوابگی. ماس پیگمنتو برای کسلی های پسریاز و سفید شوی پوست. بیندوکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. مینوکسیدیل برای برآوردن ریش و موی سر. کرم فرانک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. ماسلا خیلبه برای ریزانیدن سنگ های گرده و تبابت آن. فات زورب برای کم کردن وزن زیادتی. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس جمع 7 926 319 59 61. آن چیزی که برای ما و شما خداوند حلال گفته است با او تبابت میکنیم. حرام هم فقهای ما و شما، چی صاحب خلاصت الفتوا هم، چی فتوای عالمگیریه هم، چی فتوای هندیه هم، حضرت ها رخصت میدهند در حالتی که از همه حلال کرده های خدا انسان استفاده میبرد. وقتی شفا نمییابد بعداً طبیب پیدا میشود که یقینا میداند هوایی نه که ممکن که صحت شوی نه، بلکه 100% میداند که فلان حرام کرده خدا در فلان در شفا هست، اون زمان برای شما مباح میگردد که باید استفاده کنین. لیکن یک باره به حرام کرده های خدا دست نزنین برای تبابتتان. بلکه امروز خدا را شکر که شما اطراف نظر کنین چی پیشرفت در طب ما و شما هست. به دکترها مراجعت کنیم، به این حلال کرده های خدا مراجعت کنیم، انشاءالله این بهتر است. از جمیع این گوشت های حرام و از این نوشاکی های حرامی که هستند از اینا اجتناب کنید، این برای شما بهتر است. اگر شما افیانا یک بار یا دو بار اگر استفاده کنین، وقتی طبیعت اگر عادتی و گیرد شما الک افیونی میشوین، دیگر دائم لازم میشود که شما دیگر افیانا استفاده برید. دوم، آیا عالم را دستش را بوسه کردن جایز است؟
در رد المختار که خیلی فتوای با نفوذ است از مذهب ابو حنیفه، ابن عابدین صاحب این رد المختار علی در المختار است. این حضرت من کتابش در این باب تماشا کردم، صفحه 383 این حضرت میگه از جهت تبرک دست عالم بوسه کردن جایز است. دست عالم باشد میگه، لیکن با عمل باشد، حقیقت گو باشد. دست عالمی که نامش عالم باشد لیکن خیانتی در اسلام میکند، دست وی بوسه کردن جایز نیست. حتی وی زیارتش درست نیست. بوسه کردن یک طرف. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد سلام، خدا شما را نگه دارد داملای عزیز. آیا داملا اگر نکاح را در غیر روز چهارشنبه کنی درست است یا نه؟ یعنی نکاح چگونه ای که ما و شما امروزها نکاح میکنیم، فرزندای خدا در روز چهارشنبه نکاح میکنیم، لیکن این امر نیست. در اسلام از خداوند و پیغمبر چنین امر نه آمده است که شما فرزندان خدا یا خودتان در روز چهارشنبه نکاح کنین. این گونه امر در کتاب نه آمده است. اگر چند بعض روایت ها هست که فاطمه را در روز چهارشنبه نکاح کردند و دیگر، لیکن اینها دلیل نمیشوند که در روز چهارشنبه باید که نکاح صورت گیرد. بلکه من چی گفتنی هستم؟ من به خدا قسم، از خدا چیزی پیش نیست، قسمی به خدا این کفارت دارد. من میخواهم که روز چهارشنبه نکاح نباشد، بلکه همان روزی که شما معرکه دارین، همان روز معرکه، در روز معرکه نکاح شما صورت گیرد. زیرا که در روز نکاح هر کدام شما در خانه نکاح گذرانیدین، یک معرکه دیگر مثل توی است. در یک خانه اگر 20 نفر 30 نفر جوانها جمع شوند، در یک خانه دیگر تا 30 دختر دیگر 40 دختر دیگر جمع می شود. حساب کنید 70 تا 80 نفر آدم در یک معرکه شب نکاح حضور دارند. چند قدر خراجات است. باید که ما و شما امروز مبارزه با ضد همین اسراف هایی که معنی ندارن و اسلام به این رخصت نداده است، باید که مبارزه بریم. من میدانم که پدرها میخواهم، برادرها میخواهند، لیکن شاید که مادرها و دخترها نخواهند، یا شاید عکس این باشد. باید یک جایه شوند و باید مبارزه با این خراجات های بی معنی کنند. خداوند در قرآن میگوید و آت ذی القربى حقه والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا. این سوره اسراء است. خداوند در این آیت میگوید که شما ای بندگان خدا اسراف نکنید، زیرا که خداوند اسراف دوست نمی‌دارد و کسی که اسرافکار است و برادر شیطان است و شیطان در نزد خدا کافر است. اینا در ما و شما باید که دیگر کار کنیم که شرط نیست که مردم میگد، همسایه میگد، از ملامت اینها دیگر ترسیدن در کار نیست. شب نکاح چند قدر خراجات زیاد. پیش از نکاح فاتحه هست. امروزها حتی که مثل که در زنها 10 خیل 12 خیل خوراک میپزند، امروز در مردها علاکه توسعه رسیده است. بعضی نکاحایی که میرویم اشتراک میکنیم تا 3 نمود خوراک در یک شب در دوام 1 ساعت پیش ما میارن. آیا این اسراف نیست؟ دوست می‌دارم که همون روزی که خانه شما با همین کلابی تازه خودمان گیم اوسقال وقتی که میآید، کیلینگیر وقتی که میآید، همان دختردار باید چیکار کند؟ دختردار باید قبول کند. بهترین صورتش با او صحبت کند.
از بس که پیغمبر خدا گفتن النکاح رق فلینظر احدکم این یضع کریمته. نکاح به منزله هست که گویا که این زن غلام مرد می شود. از این خاطر شما نظر کنین که آیا دختر را در کی می دهین. پیغمبر گفتن یعنی برای آنه که ما فهمیم که بچه این اوسقال چگونه بچه است، آیا بچه نمازخوان است، آیا بچه بی ترتیب است، آیا بچه با ترتیب است. برای این باید یک مهلت دهیم، 1 هفته مهلت می دهیم برای فکر، یک هفته مهلت برای فکر. امروز الحمدلله که ترقیات در تلفن شده است، شرط نیست که وای باز بار دیگر دعوت کنه، وای باز خرید کنه، باز خانه ما و شما بیاید. برادر مؤمن برادر مؤمن گفتند، معناش این است که یعنی برادر در روزهایی که سختی دارد، وزنینی دارد، باید ما دستگیری کنیم، نباید تله و تاراج کنیم. با واسطه تلفن میگیم، وقتی پرسیدیم احوال همه را فهمیدیم، معقول است میگیم معقول شد، معقول نشد میگیم فرزند شما معقول نشد. دیگه وای سرگردان کردن لازم نیست. وقتی اگر قبول کردیم، همون قده باید چیکار کند؟ با همراهی همون زنش یا یگان فرزندش یک بیگار اختیار میکنن، میآیند در خانه ما و شما چیکار میکنیم؟ یک روی خط برای همون معرکه و برای همون مهر زن جدا میکنیم. نه مهر مشکل، نه مهر وزنین. حتی یک جوان میگوید که وقتی ما خانه یک دختر را بسیار مادرم دوست میداشت، اختیار کردیم تا که از اون خانه اون دختر را کلین گیریم. وقتی خانه دختردار رفتیم، گفت که همون $200 توی همون حافظ ها میشیده است، همون پول حافظ ها را بتین. این خیل در گردن اونها بار کردن در کار نیست. بلکه همون شب یک روی خط میانه سبک در دست اونها باید تسلیم کنیم و بعدا اونها را جواب دهیم و روزی توی اعلام کنیم. دیگر چی لازم؟ فاتحه. باور کنین سر به سر همت گناهگار میشین، به خدا قسم گناهگار میشین. اینا بدعت هستند در اسلام ما و شما. اینا کدام دشمن در بین اسلام ما و شما در آمد؟ فاتحه برآورد، روز نکاح جدا کرد، 40-50 کرته برای یک دختر میدوزین. وای دیگر یگان اندازه اون دختر تغییر نمی‌یابد. همه او یک رزمیر است. برای ختان یک 30 دانه کرته را یک رزمیر بخرین، سال دیگر پوشیدش میتونین؟ نمیتونین. 20 روی مال، 30 روی مال در یک بند کشال کردگی هستند. اینا چی در کار هستند؟ اینقدر اسراف برای کی در کار است؟ همونا را نمی شود که با همون لباس همون را پاره نکرده دادنی هستید. اولش اینقدر مشکل نیارین، وقتی اگر دادینم شرط است همه همون را کرته کنند. خوب می شود که از اینقدر کرته زیاد، از اینقدر روی مالی زیاد در دست دختر یک قرآن بده. خانه همون شوهر در که آمد قرآن بخواند، در حق شوهر و خسر و خشتامنش ببخشد. در اون خانه نماز خواند، در اون خانه یک آداب اسلامی در رعایت کند. کرته بسیاری را چیکارش میکنی؟ وقتی او آداب نداشته باشد، ولی وقتی که تمیز ندارد. از این خاطر روزی چهارشنبه شرط کرده نشده است. همان روزی معرکه می توانید شما جدا کنید یک وقت معینی را تا که در همان روز نکاح را انجام دهیم. با همون یک دیگه که برای مردم طعام پختین می توانید که هم نکاح را در همونجا گذرانید و هم معرکه همون تویتان گذرانید. در نکاح ها من الحال نکاح ها نمیرم. بسیاری بچه ها شاید بدانند، میان بر من خبر میدن نکاح، من میگم نمیرم نکاح. برای چی؟ باور کنیم با همین نزدیکی در یک نکاح رفتم اشتراک کردم، نزدیکم قدر نگذشته است. من دائم نکاح روپرو است، یعنی شوهر در پیش عروس برده میگذارم و در بین موعظه میکنم، حق شوهر و حق زن خبر میتونم و بعد اون نکاح میکنم. این بهترین صورت نکاح انا همین است.
وقتی نزد اونها رفتیم باور کن قریب 30 نفر دختر در اطراف یک دختر جمع شدگی هستند. من فهمیدم که بهترین نکاح همان نکاحی هست که به آسانی به سبکی انجام یابد، مهر کم داشته باشد. خواهر عزیز در حال همون نفس خطه به همین جوان ببخش، ان شاء الله بخت تو سفید می شود. وقتی از او طلب کردم همون دوگانه های بی حیایی که نه روی مال دارند نه پیشی بری بسته دارند، باور کنین امو منظره را دیدن در آدم گویا که یک دوزخ دیده است. اینقدر منظره ناراحت کننده برای آدم مسلمان است. از زیر کش امو قپیدن تا اگر 300 سامانی نمیتین ایحا نمیگد. 300 سامانی. این دوگانه ها من نمیدانم که مادری او هستند، پدری او هستند، تربیت کننده او هستند که اینقدر سوم طلب میکنند. اونا از کجا حق دارن؟ اونا 1 سوم حرام میکنن. 1 سوم. اونا چه حق دارن که در بدل بخشیدن همون دختر 50 سامان یا 100 سامان یا 300 سامان طلب میکنن؟ چرا اونا طلب میکنن؟ من مادرش فریاد کردم. در اونجا مادرها نشستگی بودن، کمپیرها نشستگی بودن. گفتم ای مادران فرزندای شما هستند، نمیشه که اینا رو نصیحت کنین که پیش از آن که 300 سامان میگیرد وای روی مالش در سرش اندازد، گردنش محکم کند. برعکس در اینجا آمده شوی دراز مثال خنده و مگنیتوفون بلند نماند. آخه این از همون منظره هایی که در نکاح ما و شما انجام می‌یابد. پدرای عزیز، برادرای مهربان، اما شما اولا شکرانه کنین که در خانه شما نکاح می‌شود و بعدا پیش از نکاح همون دختر را شنانین و بفهمانین که همون زمانی که ملا میگوید همون زمان ببخش که دخترم تو نیکبخت میشوی. و این دوگانه هایی که در اطراف تو هستن ها در یک کنج خانه میشینن، شرط نیست 20 دختر آوردن. اینقدر اسراف، اینقدر بی‌معنی ها در معرکه ما و شما هستند. اینا را شما میتوانین، هر یک پدر و مادر میتواند که همین ها را جابجا کنند. السلام علیکم داملای عزیز. یکی از پسران همین شهر کولابی باستانی می باشم. استاد، من میخواهم یک چیز را فهمم. حافظی کردن شخص در نزد خداوند گناه است؟ یعنی کسب حافظی؟ از امین جان مقیموف. یعنی اسلام حرام میگرداند همون حافظی را که از وی هیچ منفعت نباشد. یعنی شنیدن چنین سرودهایی که تماما به انسان فایده ندارد، یگان پند آمیز نیست، یگان نصیحت آور نیست، اینها را شنیدنش اسلام حرام میداند. باز اسلام حرام میداند که در اون حافظی که اگر زن مردها یک جایه باشند، یک جایه رقص بازی کنند، اگر این گونه حافظی باشد و این گونه آمیخته شدن زن و مردها باشد، این اسلام نهی کرده است، اسلام این منع کردگی است. و البته اون کسی که در این خیل معرکه حافظی میکند و در نزد خداوند سگ از سگهای دوزخ است. که وقتی که این معرکه فسق و فساد وای تشکیل کننده است، چگونه که یک آدم برای نوحگرها، یعنی برای آن کسانی که در مرده ها گریه میکنند، برای اونها طعام میدهد تا که اونها قوت پیدا کنند، در این گناهکار میشود. این گونه اون حافظهایی که زن مردها را یک جا میکنند، مست الست یک جایه میکنند و خود اساسگذار این معرکه هستند، اینها در نزد خدا البته مسئول و گناهکار هستند. لیکن حافظی باشد که دخترها به خودشان مثال یگان رقص و بازی دارند، خواب شیرخوانی دارند، گفت و شنید دارند، این اسلام من نمیکنه. که وقتی دخترها بین خود باشند، مردها بین خود باشند، اینا را اسلام هیچ وقت من نمیکنه. مگر اسلام ضد همون معرکه و حافظی است که اگر زن مردها آمیخته باشند یک جای رقص بازی کنند. در مسئله چی خلاصه الفتوا، چی درالمختار، چی فتوای بزازیه، چی فتوای هندیه، میگوید که وقتی که اگر شما میشنوین که در فلان معرکه این گونه
ارارش شدن زن مرد است یا دادن عرق است. وقتی شما را دعوت کردن دعوت رد کنید، در این دعوت قبول نکنید. اگر چند رسول اکرم میگوید ای تو دعوت اذا دعیتم، هر جا که شما را خواندن در گردن شما واجب است که اون خانه دا حاضر شوین. لیکن این گونه معرکه باشد اسلام رخصت نمیدهد که شما در اون معرکه اشتراک کنید که شما گناهکار میشوید. حتی مخصوص درالمختار میگوید که پیشواها، کسانی که مردم اونها را میشناسد، اینها تماما حقوق ندارند که در این معرکه اشتراک کنند. یکی مبادای میگوید که از رفتن پیشوا اگر همون معرکه به معرکه اسلامی مبدل گردد، این حالت در اسلام رخصت میدهد که همون پیشوا رفته در اون معرکه اشتراک کند. السلام علیکم داملای عزیز و مهربان. خدا شما را علمتان را زیاده گرداند که از پند و نصیحت های شما خیلی بهبودی در حیات من و رفیقانم و زن و خواهرانمان پیدا شده است. ما در غایبی در حق شما دعای خیر میکنیم. کلا با شما آباد است. آیا خون کافر را بر بدن مسلمان بیمار ریختن جایز است یا نه؟ یعنی مولانا مفتی محمد شفیع در فتوای محمودی این مسئله را میارد که اگر علاجش باشد خون مسلمان در خون کافر در مسلمان نریزیم، اگر علاجش باشد. لیکن اگر علاج نباشد و غیر همون خون کافر دیگر هیچ خونی نیست که مثال در همین بیماری مسلمان مثال ریزن، این حالت دا می توانید که شما همون خون کافر را آورده در بدن مسلمان بریزید. اگر علاجش باشد چیکار کردن در کار؟ پرهیز کردن در کار، استفاده کردن در کار نیست. انگشتری آهن برای مرد و زن درست است یا نه؟ اگر انگشتری از طلا باشد، از آهن باشد، از مس باشد، اینها برای مرد استفادهش حرام است. برای مرد انداختن انگشتری طلا یا گردنبند طلا یا ساعت طلا یا انگشتری که از آهن است یا از میس است، اینها را حرام است در اسلام انداختن اینها. در این باب هم حدیث های پیغمبر وجود دارد. صاحب فتوای درالمختار میگد که مگر اجازت است برای مرد اینکه انگشتری از نقره استفاده کند، لیکن همین انگشتری نقره را عکس انداختن انگشتری زنها استفاده کند. مثل که میگد زنها نگینه را از قسم بالا میگذارند، باید مردی که انگشتری می اندازد نگینش از قسم کف باشد، یعنی از قسم پایان باشد که زینت نداشته باشد، و باید که در دست چپ باشد و در همین انگشتی که این خنصیر میگویند انا همین انگشت خوردیده باشد. و حتی بیچاره مجتهدای ما و شما، فقیهای ما و شما گفتند که از 4 گرم و 860 میلی گرم دیگر یعنی کلا نباشد، یعنی چله های بسیار کلان مثال بدوایمه نباشد. همون نقره هم که باشد 4 گرم و 860 میلی گرم وزن داشته باشد. اگر علاجش باشد استفاده نکنین، لیکن بسیار اگر که دوست داشته باشین می توانین از همون چله نقرگی شما استفاده کنین. السلام علیکم بهترین واعظ اسلام که از شما فقط حقیقت اسلام را میشنویم و خداوند شما را از همه دشمنهایتان نجات دهد و بدگویان شما را و بدخواهان شما را خدا ناامید کند. آمین یا رب العالمین. داملا گوسفند کشتم، از مکش خون برآمد و لیکن پا و دستش حرکت نکرد، آیا حلال است؟ این برادر یک گوسفند ذبح کرده است، در حالت ذبح از همان مکش خون برآمده است لیکن پا و دست نزده است. در فتواها میگوید، در فتوای هندیه میگوید که اگر مال را که شما ذبح میکنید، چی مرغ باشد، چی گوسفند باشد، چی گاو باشد، اگر مثل مال زنده از مکی او خون برآید، اگر چنده که پا و دستش حرکت هم که نکند حلال است.
و فی البزازیه و فی شرح تحاوی، یا از رد المختار صحیفه 217 است. خروج الدم لا يدل في الحياة إلا إذا كان يخرج كما يخرج من الحي عند الإمام وهو الظاهر الرواية. انا ظاهر روایت میگوید همین است که یعنی برآمدن دم، برآمدن خون، این دلالت نمیکند میگوید بر حیات همون حیوان، مگر هر وقتایی که خارج شود همچون که خارج میشود از زنده. یعنی اگر مابادای که شما مالا میکشین خون میریزد، میگد این ریختن خون دلالت ندارد که وای مال زنده بود، بلکه اگر مثل مال زنده با همون یک شست و فشاری که از مکی او میپرد انا همون خیل اگر جدا شود، این حالت اگرچه دست و پای اون حیوان حرکت هم که نکند این حیوان حلال است. فهمیدین نه صورت مسئله؟ السلام علیکم داملای بهترین برای من و بلند بردارنده نام کلابشهر ما، آیا کدام اعضای حیوان حرام است و چند تا هست و در کدام کتاب هست؟ التماس با من خبر دهید. یعنی چند اعضا، چند عضو حیوان حرام است. این برادر بسیار خواسته است که حتی که چند تا هستند و در کدام کتاب هستند. همین فتوای درالمختاری که من میگویم این به نهایت شناخته شده فتوا است. این حتی مردم عرب هم دستگیری میکنند. به نهایت فتوای با قوت و با نفوذ است. در صحیفه 219 همین در این باب چی میگوید؟ میگوید که 7 اعضای حیوان حرام است. 7 اعضاش کدامند؟ یکم خون مسفوح، خونه که از مک حیوان میپرد، همان خونه که از مک میپرد و اگر در بدن شما پرد شما را بی نماز میکند و خود همون خونم حرام است. لیکن خونه که از در وقت گوش میده کردن میپرد در پاچه شما میزند وای بی نماز. چیزی که حرام است از حیوان خون مک. دوم آلت نرینه حیوان، اینم حیوان آلت نرینش حرام. سوم آلت حیوان مادینه، آلت همون حیوان مادینه هم سیم حرام. چهارم مایه او، مایه حیوان نرینه، چی آلتش چی مایه هر دوش حرام هستند. 4 تا. پنجم مسانه، یعنی مسانه همون ششدان میگیم و ششدان میگن، یعنی همون جای خچک، جایی که پیشاب همون حیوان جمع میشود. این پنجم چیزی که حرام است. ششم تلخه، تلخه در وجود حیوان بدن. هفتم غدک، غدک هایی که در داخل همون حیوان وجود دارد، انا همین ها حرام هستند. انا 7 اعضایی که در حیوان حرام است انا همین ها است، دیگرش حلال است. داملای محترم، در بعض مسجدها شخصان امامتی میکنند که سوره ها را بسیار غلط میخوانند، در پس آنها نماز خواندن جایز است یا نه؟ برای کسی که اگر غلطی امام میتونه گرفته و قرائت او نظر به قرائت امام بهتر است، نماز اون کس درست نمی شود. لیکن کسانی که غلط امام گرفته نمی توانند از امام دیده اونها بی سوادترند، این حالت در نماز همه اونها از پس این امام درست می شود. امام کسی می شود که باید قرآن خواند، قرآن درست خواند. همین محراب هم امامتی هم همون ملا و همون پیشوای را می زیبد که علم داشته باشد. شرط نیست که ویا باباش ایشان بود و باباش شیخ بود و آتش ملا بود گفته ویا پیش آورده در محراب گذاشتن در کار. محراب گفتن، محراب جای حربی با شیطان است. اینجا ارزنده کسی هست که باید که حقیقت اسلام میگد و کسی هست که در اسلام خدمتگار است و کسی هست که علم دارد. صاحب مختصر میگوید و الاولا بالامامتی اعلم بسنتی ثم الاقرا ثم الاسن.
صاحب مختصر خدا رحمت کند میگوید که کی امام شده میتواند، کی نماز مردم خوانده میتواند؟ کسی که عالم باشد، فرض، واجب، سنت، مکروه، مستحب و مباح و دیگر مسئله را در داخل نماز جدا کرده بتواند. بعد از آن قرائت داشته باشد، قرائت از مثل تجوید باشد، قرائت از روی دفتر و از روی مثال یگان از پیش خود ازیاد کردگی نباشد، از پیش یک عالم گذراندگی باشد. بعد از آن باز پرهیزکار باشد. اینها می توانند که امامتی کنند.